هیچ ناگهانی ما نمیفهمیم که اونجا یک انفجار شد و کلگی پراگنده و همون کلگی آسیب رسید غریب مردم. یک گرم بس کدمان دیدیم از پایم خون آمده رئیس. دیگه یک مشتری دیگه هم که در پولین بود او را هم یک دم در زمین غلطید، یک دو سه نفر دیگه هم غلطید. دیگه ما چه یک کار کرد بسیار به دین آدم بوده و خدا کل مسلمان کل غریب کارا را یک دیگه زخمی و زده کدمان داره. در اوجا تمام غریب کارا بود، بعض دکانداران صدمه زیاد دیدن. اونجا کسی نظامی هم نبود که خاطر نظامی ها انفجار کرده بودن. بعض کساس که نمیخواین خوبی مردم نمیخواین بالای ها حمله میکنن ماین مندازن. اینا برادرم است. برای ما زنگ آمد که در نزدیک مسجد سه دکان انفجار شده و عبدالمالک اسمشان است زخمی شدن و این کاری که هر کسی کرده بسیار کار زشت و غیر اخلاقی است و مسلمان کشی بسیار کار بد و بسیار کار خراب است. این بچه صبح که 7 بجه صبح که 7 بجه میاد سر کار کراچا رو واز میکنه از مکه پیش میسیسو گشته آمدم که در منطقه بسته خونه است و مولای ما جمع کرده ماندگی است. یعنی میگه پس دیگه صاحب این چه هم ظالمای خانه خراب خانه از یاد خدا خراب کنه ما مردم یک کار و غریبی من میبریم صاحب این بین به جان سر غریب و بیچاره تو هدف میگیره. نام غلام محمد فرزند غلام نبی باب محمد نظر از ولایت سرپول قریه قلعه سوخته. ما مدت 2 ماه میشه که به توسط جاویدنام در جبهه آزادی دعوت شدیم. جاویدنام برای ما توسط 3 دانه پتاقی را برای ما آورد داد. اون نفر سر و پوزش پیچاندگی بود، من نشناختم. بعد او جاویدنام مرا گفت که برو برای اسیب الله ببر. البته اسیب الله را هم نمیشناختم. برای پیروز گفته که برو سیرای بلخ اونجا نفر میاد تو را میبره. بعد مرا به نام پیروز نام آورد سر باغ از اینا. بعد من 3 دانه پتاقی را 2 تایش هم در 2 دانه به دستی به اینا بسته کردم و 1 تایش هم پیش خودشان ماندم. بعد دیگه من رفتم پشت راه خود. این همی چیزایی که پیش روی ما است، باروت است، ریموت است، یک ثانیه سوز است. این دیگه چیزای غیری است. 1 دانه بطری موتورسیکل است. در خانه ما دستگیر گرفتار شد. به خاطر که همه قدر وقتی که من 2 ماه طالب بودم در مدت 2 ماه دم جاویدنام 36,000 افغانی برای ما فرستاده. نام محمد جان دی پنځویم د جمعه خان مسای د بلخ ولایت د چاهي ولسوالۍ د اشقان د کلي. زه د تقریبا 20 شپې کېږي د آصف له خوا نه جبهې ازادي ته دعوت شوم او د 10,000 پیسو مقابل کې ما ته چاودېدونکي توکي راکړه. بم ما په ریکشا کې کېښودو. ریکشا د خبرنګارانو په چوک کې انفجار ورکړو او خپله مې ویډیو هم واخیسته. بیا ونیول شوم. محمد آصف هستم، فرزند محمد نوادر، ولادت محمد ظاهر از ولایت بلخ ولسوالی بلخ است. قریه سمرقندیان. ما حدود 1 سال شد که با جاوید تماس داشتیم در ایران. 15 رمضان ردیمه شد و آمدم افغانستان. 7 تا بمب دستی در فیروز قبلا روان شده بود. بعد از ماه رمضان 7 تا بمب دستی را 3 تا بمب بسته بندی کردیم که انجینیر غلام محمد برای ما پتاقی و بارود گفته آمد. 2 تاش بسته بندی کرد داد. تلفن ها را پیش از اینکه این آبی خودمون برای سیم اضافه کرده بودیم آماده بود. دیگه آماده بمبار دوان را بسته کرد داد. 1 تاش توسط محمد جان همون روز چوک خبرنگاران داخل ریکشا انفجار کرد. 1 تاش هم در سایه 3 دکان در دست فیروز انفجار کرد. خود فیروز کشته شد. همراه با خودیم 8 تا نفر هم زخمی شدیم.